قیام بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه امروز ما رسیدگی به پرونده قتل عمدی مرحومه فاطمه سحرخیزان که در تاریخ 17/7/81 به قتل رسیده است می باشد. ضمن اعلام رسمیت و علنی بودن جلسه دادگاه، رعایت نظم دادگاه و نزاکت و ادب در سخن ضروری است. اولیای دم پرونده آقای رحمان سحرخیزان، فرزندان مرحومه به اسامی علی و عرفان سحرخیزان و خانم سکینه سحرخیزان و آقای ناصر محمدخانی، متهمه خانم خدیجه جاهد حضور دارند که اسامی آنها در صورت جلسه قید شده است. خانم سکینه سحرخیزان، اگر تقاضایی دارید اعلام کنید، اگر گذشت میکنید اعلام کنید. خب بفرمایید جایگاه قرار بگیرید. اگر شکایت دارید بیان کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، من همینجور که فرمودین بچه من چون بیگناه بود تقاضام قصاصه. حرف دیگه ای نداری؟ اصلا. دلایل چیه؟ دلایلم اینه که بیگناه بچه من بود. حرف دیگه ای نداری خانم؟ نه، فقط قصاص میخوام. بفرمایید. خواهشم ازتون. تو پرونده متهمین متعددی رو ما مورد تحقیق و بازجویی قرار دادیم. از جمله خود آقای محمدخانی متهم پرونده هست. منتها اون چیزی که تا حالا ما تو پرونده بهش رسیدیم و متهمه حاضر مکرراً اقرار و اعتراف داشته که ایشون هیچ نقشی در قتل نداشته، میتونن شکایت اگر داشته باشن مطرح کنن یا اعلام گذشت بکنن. آقای محمدخانی بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اینکه همسر من بیگناه کشته شده، اشد مجازات برای متهم دارم برای قاتل. اشد مجازات رو باید صراحتاً اعلام کنید و شکایتتون هم از کیه باید صراحتاً اسمش اعلام کنید. از خانم خدیجه جاهد. تقاضاتون؟ تقاضا حکم قصاصه. حرف دیگه ای ندارید؟ نه. بفرمایید. در این لحظه خانم خدیجه جاهد در جایگاه قرار بگیرن و به سوالات دادگاه جواب بدن. خانم خدیجه جاهد به عنوان متهم به قتل مرحومه فاطمه سحرخیزان در جایگاه قرار دارند. ایشون خودشون رو به طور کامل معرفی بفرمایند. خدیجه جاهد، معروف به شهلا، البته از بچگی شهلا صدا می‌کردن. متولد 22/1348. نام پدر حسن، نام مادر نازنازی محبی. بله. اتهام شما طبق محتویات پرونده ارتکاب قتل عمدی مرحومه فاطمه سحرخیزان، سرقت اموال مقتوله، تهیه تریاک برای آقای محمدخانی تفهیم میشه. موارد دیگه هم هست که ارتکاب منافی عفت هست و اونها از مواردی است که باید به صورت غیرعلنی رسیدگی بشه. شما نحوه آشنایی، مدت آشناییتون رو با آقای محمدخانی بیان کنید. از کی با ایشون آشنا شدید؟ 27/3/1376. ببخشید 1377. اولین بار توسط یکی از دوستانشون آقای حمید درخشان در میدان آزادی به اتفاق، یعنی به صورت اتفاق ایشون رو دیدم.
شماره تلفن دادم، گفتم که من از آشناهای آقای محمد خانی هستم، دوست خانم برادرشون هستم، عنایت بفرمایید این شماره رو بهشون بدید. آقای درخشان هم گویا مدت‌ها نداده بودن، بعد که خانم شماره رو توی جیبش پیدا کرده بود ناچارم به ناصر داده بود شماره، حالا ناچار یا هر جوری نمیدونم. بعد شبش یعنی خب نصف شب بود، قاعدتاً 4-5 صبح بودش که تماس گرفته شد. بعد همون روز ایشون با من قرار گذاشتن و ایشون رو دیدم و دیدن همون بود و ایشون خواستن که من با ایشون زندگی بکنم. آقای حمید درخشان رو از کجا میشناسید؟ آقای حمید درخشان تو میدون آزادی خودش ایستاد، بعد من هم رفتم جلو. من چه میدونم خوشش اومد وایس، من نمیدونم چرا ایستاد. از چی خوشش اومد؟ من نمیدونم، خب حالا ایستاد دیگه. آشناییتون از اون 13 سالگی بوده یا سال 77 بوده؟ وقتی که 13 یا 14 سالم بود، فکر میکنم سال 63 بودش. خب به طب فوتبال رو دوست داشتم، ایشون متانت خاصی تو زمین فوتبال داشتن. بعد آقای گل بودن اون زمان، حالا شاید ظاهر زیبایی نداشتند، منتها خب از متانت خاصی برخوردار بودند، یک آدم جلفی نبودن، خیلی مرد متین و موقری بودن و مطمئنا هستن. بعد از راه مدرسه به خاطر علاقه به فوتبال بودش، یک روز رفتم منزلشون، بعد آقای محمد خانی نبودن. تنهایی رفتید دیگه؟ بله تنها رفتم. بعد ایشون اومدن، منو یادم نیست همون روز بود سوار ماشین کردن، یکی دو جلسه بعد، نه ببخشید همون روز بود سوار ماشین کردن، منو نصیحت کردن، گفتن که گرگ تو جامعه زیاده، تو دختر خوبی هستی، بعد به درس تو بخون، اما شماره تلفنش هم بهم داد. در دفترچه خاطرات شما به طور مکرر قید شده که از ناصر محمد خانی پول میگرفتید میدادید به جمیله یا به نرگس. حالا این مواردیه که ما بعداً تو جلسه غیر علنی به اونا خواهیم رسید. علتش چی بوده؟ دو تا ایشون به خاطر اطمینانی که به من داشتن، به خاطر که اصلا دختر مادی نبودم و ثابت شده بوده، نه تنها به ایشون، همه میدونن که دختر مادی نیستم. بعد و امانتدار خوبی براشون بودم، تمام دخل و خرجشون رو در اختیارم قرار میدادن تا اونجا که ذهنم یاری میکنه. به این دلیل بوده، حالا یا اصلا نه، داشتم باهاش زندگی میکردم، دلش خواسته 1 میلیون به من بده. خب تو این دفترچه‌های خاطراتی که شما داشتید، طبق عقاریر خودتون تریاک رو با اسم رمز برنج قید میکردید. بله. اینو بفرمایید کجا 8 گونی برنج رو 15000 تومان میدن یا 8 گونی برنج؟ منظورتون چقدر تریاک بوده؟ و به دفعات بیش از 2 بار که شما اقرار کردید، بیش از 10 بار تو این دفترچه خودتون با دستخط خودتون قید کردید. حفظ آبروی ایشون رو بکنم، چون 2 تا فرزند دارم، دوست نداشتم که بفهمه کسی که ناصر مواد استفاده میکنه. مگر نه این از شما اعلام کردید عاشق ایشون بودید؟ خب باشه، عاشق ایشون باشم وقتی که مگر آدم بله. کسی که عاشق کسی باشه براش مواد مخدر میده؟ خب به هر حال وقتی که ایشون اعلام کردن که همسرم هم عاشق من بود، عشق شهلا هوس بود، عشق لاله عشق درونی بود، خانم لاله سرخیزان هم میدونستن ایشون ادکت هست. چند بار برای ایشون تریاک خریدید؟ ایشون 14 ساله داشتن ادکت بودن، پس بنده در این 14 سال هم برای ایشون تریاک تهیه میکردم. به تب کسایی رو داشتن، کانال هایی رو داشتن براشون تهیه میکردن. زمانی که دیگه میدیدم خیلی لنگ شده دیگه هی چیز میکنه، ناراحت میشدم، میدیدم که به این دوستش میگه او تفره میره، به او دوستش میگه او من ناراحت میشدم که زجر ایشون رو ببینم. همیشه هم گفتم ناراحت میشم زجر، الان هم اگر ایشون زجر بکشن باز هم ناراحت خواهم شد. این که در مورد بعدش هم من آقای بله من اگر بفرمایید من دستخط خودم ببینم، چون که شاید من یه چیز دیگه نوشتم. دستخطاتون رو میتونید ببینید. نه آقای قاضی، خواهم دلم برای دفترم تنگ شده، همین که میخوام ببینم که 15 دفتر در اختیار شما قرار خواهیم داد، جزو اموال توقیف شده شماست. فعلا دلیل و مدرک جرم فعلا در اختیار دادگاه. شاید آقای قاضی یه زمانی این نقطه این ور اونور شده شما دارین که بشنوید. فرمانده مطروح 8900 شماره تلفن تماس بررسی شده. بیشترین تماس ها متعلق به شما بوده. شما با آقای محمد خانی، با مرحوم لاله سحرخیزان، حتی با شیراز، حالا قطر رو ما بررسی نکردیم که ببینیم با قطر هم تماس داشتید یا نه،
علت این تماس ها چی بوده؟ ساعت 2 نصف شب، ساعت 1 و نیم نصف شب؟ بله خب نیمه شب هم زنگ میزدم، نیمه شب از خواب میپریدم دلم برای ناصر تنگ میشه زنگ میزدم. شما در 1 ساعت 10 اصلا دقایق من آلمان آقای قاضی، من آلمان که دقیقه نمیدونم چقدر، من 20 دفعه 30 دفعه بهش زنگ زدم دیگه، اون که یه چیز طبیعیه. من میگم از آسانسور میومد بیرون دستشویی میرفت، من باهاش میرفتم تا جلوی در ناصر دستشویی. جواب نمیده، لاله از خواب بیدار شده تفلک ساعت 2 نصف شب. شما که مدعی هستید که مهربان هستید و خانم خوش اخلاق و مهربانی هستید و این کارهایی که تو پرونده اقرار کردید از دست شما بر نمیاد، ساعت 2 نصف شب 3 نصف شب خونه مرحوم زنگ زدن چه مفهومی داره؟ اینو برای ما توضیح بدید. یک جا شما فرمودید و من از همین حرف خود شما هم استفاده می کنم در همه جا. شهلا به تمام معنا عاشق ناصر بود. 15 همون شب اون از کجا خوندید خانم؟ اینو شنیدید؟ بیارم خدمتتون؟ بفرمایید از کجا اینو بیارم خدمتتون؟ نه بفرمایید، من قبول میکنم. خب بفرمایید. از تو روزنامه ایران. البته من آقای قاضی یک چیزی رو عرض کنم، من با قاضی که 1 سال خورده سر کار داشتم، شبانه روز باهاش زندگی کردم، در خواب دیدم با یه سورتمه یه دونه شلاق بالا سر من وایستاده، به تب همه چی یادم اینه و به تب میدونم که خصوصیات اخلاقی اونها چیه، با توجه به که دختر زیرک باهوش و یه چیز دیگه هم گفتید هستن. چیزی که ما گفتیم و شما جواب دادید تو پرونده مکتوبه. نه دیگه این مکتوب نیست، اینا یه چیزاییه که نمی‌نویسن که احسانی فر میگه به من که قاضی دستور نمیده کتبی برو اینو بزن. گفتم چرا دستور کتبی نگرفتی از آقای قاضی؟ گفت خب اینا که نمی‌نویسن کتبی برو بزن. اینا این چیزه، خب معلومه نمی‌نویسه، پس هیچ سندی وجود نداره. یعنی حرف من هم به عنوان یک انسان میخوای منو بکشی بکش، با مرگ در بپیچ که هر زنده مردنی است، در مرگ زنده باش که آنت ستودنی است. من چیکاره هستم که شما رو بخوام؟ شما که فعلا نشستی یه دونه شمشیر از رو برای من بستی، دوئل دارین باور میکنین. ای کاش ای کاش ای کاش آقای قاضی، ای کاش ببخشین جسارت منو، به خاطر که خیلی دوستتون دارم، بازم اقرار میکنم خیلی دوستتون دارم. خب دوستتون دارم دیگه. خب بعد یه بارم گفتی شهلا این چه دوست داشتنی، هر روز میای یه حرف میزنی. خب دوستتون دارم. ای کاش آقای قاضی دهنم باز نمیشد، دهنم باز نمیشد، شما خودت جلوتر میگفتی این پرونده رو به یکی دیگه بخشیدم، به یکی دیگه ای کاش آقای قاضی شما هم دیگه میخواستی پرونده دیگه حالا دیگه چیز شده بذار دیگه تموم بشه دیگه جناب آقای قاضی. بالاخرهش گفتی دیگه حالا خودش داره اقرار میکنه، خواستی وجدان خودت آقا این فیلمو وجدان خودت راحت بشه. نه آقای قاضی شما میدونی پرونده مشکل داره، میدونی پرونده مشکل، یک زن نمیتونه دست به این جنایت بزنه. ما اصرار داریم به شما که من نکردم، صبر و حوصله ما زیاد است. چشم میدونم. به زودی شما را محاکمه نخواهیم کرد، فیلماش هم اینجاست و حوصله‌مون زیاده تا هر چند سال هم طول بکشد دنبال این قصه هستیم. رها نمی‌کنیم. پرونده قتلی است، یه انسانی کشته شده. که آقای قاضی اون قاضی که اونجا میشینه قاعدتا روانشناسی خونده دیگه، درسته؟ همونجور که القا میکنه تو قاتلی تو قاتلی تو قاتلی تو قاتلی، طرفم میگه آره من کشتم. آیا شما زیر کتک اقرار کردی؟ صراحتاً گفتی زیر کتک اقرار نکردم، من کشتم و تنها کشتم. من کشتم. بله من گفتم من کشتم، بازم میگم من کشتم. نه الان میگم من کشتم، یک جونی رو از بین بردم، اما بچه خودم و ناصر رو بله من کشتم، قسمم میخورم من کشتم. بله یعنی فاطمه سرخیزان رو شما نه خیر، من اولش هم سوال فرمودین گفتم خیر. پس کیو کشتید؟ من چه میدونم دیگه، اداره آگاهی باید پیدا کنیم، من باید پیدا کنم. خب تو این دفترچه‌های خاطراتی که شما داشتید خانم لاله سحرخیزان را دشمن خطاب کردید، پیرزن خطاب کردید. بله. از طرفی تلفن‌هایی که به مرحومه می‌شده و مورد تهدید قرار می‌گرفته که تو لیاقت آن خانه و آن ماشین و آن زندگی را نداری و اونجا متعلق به من اگر قرار باشه که من بوده باشم پس اجازه بدین قتلایی که کسایی که توی زندان هم هستن قتل کردن رو من بگردم بگیرم، چون اونها هم یک قتلی صورت گرفته. درسته؟ پس چون من اومدم توی در اثر فشارهای جسمانی روحی، اگر آقای قاضی خود اداره آگاهی یک مسئله میگه خروس میاد اونجا تخم میذاره، پس انتظار نداشته باشی که یه زن بره اونجا تخم شتر مرغ نذاره.
شما نمیخواد قتلای دیگر رو گردن بگیرید. شما خب باید پس من هم نباید تلفن‌های دیگر رو به من نسبت بدید جناب آقای قاضی. نهایتاً اقرار صریح به قتل مرحومه کردید که الان همین لحظه فیلمش برای شما پخش میشه. ما بعد از دیدن این فیلم از شما میخوایم که علت این عقاریدتون رو بگید که چی بوده، چرا اقرار کردید بفرمایید. آیا چیز فیلمشو بگید. فقط سکوت رو خواهش میکنم رعایت کنید. این قاشق چوبی که دست ایشونه در فیلم به منزله چاقویی است که ما از باب احتیاط دادیم دست ایشون. این اون برتر بوده که من نمیدونم خیلی تنگ شده اینا نبودم اینا نبودم چون باز بود اینجا فقط سکوت رو خواهش میکنم رعایت کنید. گفتش که گفت وای اومدم وای خدای اومدم وای خدای اومدم بالاخره اومدم وای بالاخره اومدم بلند شد سر منو گرفتش من اینجوری چیز کردم سرم گرفته بود بعد چاقو رو برداشتم بلند شد خیلی سریع بلند شد چاقو خیلی دستم همونش هست اندازه سالش آقای دست اینا یه دست یه ولی نمیدونم این ورد چاقو رو زدم به یه جاش چاقو رو زدم من این مادرم داشتم این وقت چاقو رو زدم یه دونه فکر کنم زدم تا اونجا بیادم بعدش وارد چاقو زدم دیگه آها این افتاد اینجا اینجوری افتاد اینجا این افتاد اونجا کجا درگیر شدید شد؟ بعد اینجا موها این یادم نمیاد چجوری واقعی شد همینم گرفته من اینجا خانم خدیجه جاهد، بنده که خودم قاضی پرونده بودم از این جزئیات کاملی که شما در بازسازی صحنه که فیلمش به طور کامل پخش شد بیان کردی خبر نداشتم از این جزئیات به این شکل. اگر واقعا شما با صداقت بیان کنی احتمال این که گذشتی بشه اونجوری که تو پرونده هست عقب‌تر اولش نیست. اجازه بدین اصلا نیاز به فیلم نیست. میخوای من همین الان این فیلمو بازم بازی میکنم؟ بله. میخوای من همین الان بازم بازی میکنم؟ مادر خانم سرخیزانم به من گفت هنرپیشه خوبی هستی. خب وقتی به یکی بگن صوفیا لالانی صوفی خوشگلی فردا احساس صوفیا لالانی میکنم. به یکی بگی قاتلی فردا میگه آره من کشتم من قاتلم. خیلی خب من گفتم بازم دارم میگم بازم بگی ببرم اداره آگاهی میگم من کردم اون یکی رو مال شوهر همون قریشیرانم من کشتم، شوهر اون مزاحم تلفنی قوی دلم من کشتم، بچه نامادری اون حجتی رم بچه‌شو من کشتم، همه رو میگم من اون آقای قیدی رم من کشتم، همه رو میگم من کشتم، ترورارم میگم من کردم، همه رو میگم من کردم. جناب آقای به قرآن بگی میبرم اداره آگاهی بازم میگم من کردم. اقرار علی انفسهم جایز. یعنی چی؟ وقتی اقرار کردی به ضرر خودت بله دیگه من قبول ندارم. قطع میخوایم بگین قبول ندارم، میخوایم بگین اون شب اونجا بودم قبول ندارم، میخوایم بگین که دوبار برای ناصر تریاک کردم بله قبول دارم، میخوایم بگین که بچه‌مو سخت کردم بله قبول دارم، میخوایم بگین رابطه نامشروع با ناصر داشتم بله قبول دارم، ولی من بهتون گفتم زواج موج خودش میخوند، بهتونم از روز اولم بهتون گفتم به من چه مربوطه. او خودش که 10 سال از من بزرگتر بودش میگفتش که غیر قانونیه. خب من چیکار بکنم؟ موجا رو بذار برای جلسه غیر علنی دیگه. خب دیگه اینقدر تو روزنامه نوشته شده که دیگه آقای قاضی. خب الان میگم خدمتتون اون شب رفتیم میدونه کتابی بلافاصله سریورسه آقای سردار طلایی در میدان در برنامه فلانی چیز که بدون اینکه هنوز من متهم هستم آقای سردار طلایی نباید توی چیز اینا رو میکرد. خب خیلی مهمه این خراب کردن اذهان مردم هست. اگر عدالت میخواد برقرار بشه نباید اذهان مردم رو خراب کرد. صحنه که خانم سرخیزان رفتیم بالا اومدیم بالا گفتیم حالا ولش کنیم بریم بالا. بعد گفتم که روی میز نهارخوری انجیر بود. لاله صبح
انجیر خورد. شما فرمودید که من همان روز به شهلا گفتم تو قاتل هستی. شهلا خودش را بر زمین زد به موش مردگی. گفتم نزن، من گفتم که تو قاتل هستی و خون زن مسلمان و آن هم روزهدار پایمال نمی شود. ولی من که گفتم که او انجیر خورد. یا یکی این وسط داره دروغ میگه. این اظهارات شما رو در پرونده به عنوان ادله جرم مطرح میکنیم، شما دفاع میکنید. بله خب منم دارم دفاع میکنم. شما خودت نوشتی و اقرار کردی رو داریم. خب منم دارم دلیل میگم. داریم برای شما یادآوری میکنیم. بعدش رفتیم اونجا، من ناصر تختی که ما داشتیم در منزل خودم به این حالت بود. من میخواستم این ور بخوابم، ناصر میگفت نه تو اون ور بخواب، من این ور بخوابم. گفتم خب خونه کدوم ور میخوابی؟ گفت خونه اتفاقا اون ور میخوابم. پس من میدونستم ناصر تو خونهش اون ور میخوابه. پس دور از ادب هستش که خانومی پیش همسرش میخوابه پشتشو بکنه. به طب من در بازسازی صحنه گفتم لاله اینجوری خوابیده بود، پس رو به ناصر خوابیده بوده. درسته؟ این از این. وقتی ضربه به سر بخوره این بالش، پس وقتی ضربه به سر میخوره حتی اگر خون هم بیاد یا باید این بالش خونی شده باشه یا اصلا خونی نباید اونجا بریزه. درسته؟ بچه خونی که زیر دوشک پاشیده بوده رو تو بازسازی صحنه به ما نشون دادی که هیچ خبری ما نداشتیم و کسی دیگه هم مطلع نبوده. علت این چی بوده؟ اینم بعدم میگم بهتون. بعدم میگی؟ بعدم. چرا؟ خب میخوام بعدم بگم. فعلا میخوام دفاع بکنم. فعلا میخوام ببینم که کجاها میخوای رو در روی من بایستی. اون چیزی که حقیقت داره میخوای که غیر حقیقی جلوه بدید. فعلا میخوام اینا رو بذارم آخر، اینا رو بذارم آخر. شما از یه طرف میگید که من شما رو دوست دارم، من دوستتون دارم. قرار نیست که بگم من بکشم خودم و به خاطر شما که وجدان شما فردا ناراحت بشه. من دوستت دارم ولی نمیخوام وجدانت ناراحت بشه فردا شب که میخوای بذاری رو بالش با وجدان هر شب شهلا رو تو خواب ببینی که اومده روح سرگردانش داره میاد. خب دوستتون دارم. خب شما فرمایش کردید به خاطر بوییدن لباسهای ناصر وارد اونجا شدید. میخوام برم ببینم ناصر کجا زندگی میکنه و بوییدن لباسهای ناصر. قبول دارید رفتید اونجا؟ نه قبول ندارم چون که نرفتم. وقتی نه قبلا رفتم. پس وقتی جایی که قبلا رفتم چجور میگم رفتم؟ آقای قاضی به این ببینید نکته به نکته این ورشو در نظر میگه این ورش هم بخونید. گفتم که رفتم ببینم ناصر کجا زندگی میکنه. من که قبلا تو اون خونه رفتم. الان به من بگو بیا برو اون خونه رو درست کن. بهتر از مرحومه برات میچینم آقای قاضی. بهتر از مرحومه میچینم. چند بار وارد خونه لاله شدید شما؟ در سال یک بار گاهی موقع شده، 2 دفعه هم رفتم تو اون خونه. به چه منظوری؟ با اینکه من خودم کار اصلا نمی‌کنم. تو خونه خودمون باید برادرم برای من چای بیاره، ولی به خاطر اینکه لاله متوجه نشه که ناصر تو اون خونه نبوده و مشکلی تو زندگیشون به وجود نیاد، با ناصر میرفتیم تمیز میکردیم. فقط به خاطر اینکه لاله متوجه نشه ناصر جای دیگه زندگی میکنه، به خاطر اینکه ناصر رو دوست داشتم، به خاطر اینکه لاله نیاد داد بزنه با اعصاب ناصر بازی بکنه، به خاطر این رفتم. آره این کارو هم کردم. اگر من تنفر داشتم، اگر من کینه داشتم، اگر من از لاله بدم میاد، نمیگم عاشق لاله بودم، لزومی نداشته. حسادت هم در حد طبیعی وجود داره. من نمیگم مثلا حسود نبودم. حسادت در حد طبیعی وجود داره. بله. ولی نه به اون باز هم مثل زنهای دیگه نبودم. چون اگر اینجوری میگفتم به جهنم، به من چه؟ من برم خانم میخواد بیاد من برم خونه‌شو تمیز بکنم. بعد ببخشید دادگاه خطاب به متهم. بفرمایید. اگر دفاعی ندارید خانم بقیه جلسه رو فردا صبح ساعت 9 صبح که الان به منزله ابلاغ هست انشالله خواهیم شنید. علنی. بله آخرین دفعه. این همه بیرون را دادم ما جز پسر
بسم الله الرحمن الرحیم. چون در جلسه روز گذشته متهمه اعلام داشت در اظهاراتی که در روز بازسازی صحنه عنوان کرده به صورت القایی از ناحیه قاضی و افسر پرونده به ایشون بوده، لذا تقاضا کردن که فیلم بازسازی صحنه رو ما پخش بکنیم. ما ابتداعا فیلم رو می‌بینیم، بعد اگر آقایون وکلا مطالبی داشته باشن ما گوش میکنیم. گفته مادرم گناه داره. ببرنش بیرون یه چند لحظه آبم بهش برید. خودشون مطالبی دارن بیان کنن. خانم جاهد درج نگارن بعد از صحبت ایشون شما مطالبتون رو بفرمایید. بفرمایید خانم. به نام خدا، اگر از دنیا مرا نصیبی بود به بیگانگان دادم، پس قرار خورشید شهود یک بار از افق عیان و از ابر جود قطره‌ای بر ما باران. من اینجا واقعا از روح بزرگ لاله خواهش میکنم ایشون هم من رو کمک بکنه در دفاعیاتم
چون شاید در واپسین لحظات او فهمید توسط چه کسانی. شاید به او گفته شد به کدامین گناه. ای کاش یک نفر هم بگوید من به کدامین گناه. هر دو قربانی شدیم، قربانی عشق به ناصر. عشق شهلا هوس نبود، اگر هوس بود به تنفر می انجامید، ولی هیچگاه به تنفر نینجامید. و در آخرین لحظات حتی ناصر گفت تقاضای قصاصشون رو دارم. من گفتم اگر باز هم خمی بر ابروی ناصر ببینم من باز اظهار ناراحتی خواهم کرد. اجازه بدید یک شعر کوتاهی برای ناصر بخونم. بعد مگو که وحی بود داستان عشق ما، عشق وحی نیست. در زندان عقربه ساعت نمیپرد میخزد و من برای هیچ چیز و هیچ کس دیگر عجله‌ای ندارم جز مردن، که آن هم بدانم مردی که بیدلیل شمشیر برایم از رو بست آیا به سوی من خواهد نشست. خانم شما از اتهامات دفاع من یک نه آخرین روزه، مگر نمیخواین حکم مرگ رو من بدید؟ من سر تحقیق ورود میارم. نه خب من با توجه به اینکه روز اول و دیروز در بازسازی صحنه شما باید به عنوان یک شخص بی‌طرف اینجا می‌نشستی، ولی دیروز حتی باعث جریحه دارتر شدن خانواده سرپیزار شدی. ضربه ها را میزند و میگوید مرا ببخش. انتظار نداشتم این سخنان از دهان شما در بیاد. مادرم ببینید، مادرم گناه دارد. چرا آقای قاضی شما باید به اونها تسلای خاطر بدید، بدتر باعث جریحه دارتر شدن اونها. حرفایی است که دیگه چاره‌ای نداریم متأسفانه. پس یعنی می‌فرمایید که شما قصاص قبل از جنایت رو فرمودید ندید. این همینه دیگه، حرف شما همینه. شما هر چی بخواید پیمان می‌کنید احساسی برخورد کنید، افکار عمومی مطرحه و اینها چیزایی که مسائل عاشقانه مطرح می‌کنید و افکار عمومی تحت تاثیر قرار بگیرن. یک زن هستیم و به اون عشق شما ما بارها گفتیم بالاخره نه بذارید آگاه بشن. آخه ایشون دیروز در روزنامه فرمودن که نمیدونم به خبر گفته، به کجا گفته، به خبر 6 گفته مواظب باشن ورزشکاران و هنرپیشا که کسانی در کمین آنها نشستن. یک دختر در کمین تو نشسته. هوسانی بودم، من به خاطر هوسم شما رو آوردم. هوس جسمانیت نه، شاید به خاطر تفنن دیگرت. هوس جسمانی نه. الان هم بگی که 2 سال دختری ندیدی من باور میکنم. در جهت رد اون مسائلی که قبلا شما مطرح کردید مطالبی دارید بفرمایید. احساسی صحبت کردن و طرح این مسائل زیاد نمیتونه. از من خواسته شد که به اون خونه برم اون لحظه. از من خواستن که اون خونه برم اون لحظه. کدوم خونه میدون کتابی از من خواستن که برم اونجا. کی خواست از شما؟ کی خواست از شما خانم بدونم؟ اجازه بدیم بگم یعنی از شما خواستن برید اول به من گفتن که در خونه ناصر شلوغه، ساعت 1 بکن در خونه ناصر 1 خورده، در خونه ناصر شلوغه. من جای دوری هستم. بالا ببین چه اتفاقی افتاده، چی شده. رفتم بالا دیدم که چه مسائلش ریخته. رفتم تو گفتم خانم ببخشید اینجا آرایشگاهه. خانم اینجا آرایشگاه. رفتم جسد دیدم اینجا. جسد دیدم دیوانه شدم دیگه. من دیوانه شدم. من رفتم اونجا جسد من دیدم. آره من جسد رو دیدم. آره من جسد رو دیدم. آره دیدم. دیدم یه جسد افتاد اونجا. آره دیدم. بعد من کشیدم روش. آره من دیدم. آره من جسد رو دیدم. به خدا دیدم جسد رو. حالم بد شد. دستم یه جا خودی بود. من به خدا نبودم. من نکشتم. یه لیوان آب میل کنید آرومتر صحبت کنید با بفهمید
بنشونید آقای محافظای مگه من چیکار کردم باید دوستای رو با من اینجوری کنم؟ مگه من چیکار کردم کینای خودشونو باید اینجوری خالی کنن؟ من مگه چیکار کردم؟ من مگه چه حساب زنی به کسی بلوندم؟ مگه من چیکار کردم؟ مگه من چیکار کردم؟ لعنت خدا به تو حافظ! حافظ لعنت خدا به تو! لعنت خدا حافظ به تو! حافظ لعنت خدا به تو! یه لیوان آب خنک بریم خانم خدیجه جاهر میل کنم. خونه بزرگی نیست. ساعت من 1 میلیون خورده بود. ساعته؟ 1 میلیون. نه من یادش بخیر اینا حالا تلاس من اینا یونان آوردن تو فروختن خریدم دلار خریدم گرفتم 200 بوده. من فرشمشون گرفت با همینجوری لوله کردم جمع کردم باشه اینجا. وسایل خونه سلیقه لاله است یا با هم؟ بیشتر سلیقه مون. آره. خب اون خرید میکرد چه اینجا چه تو قطر. اقدام نکردی برای فروش اینجا؟ نه هنوز. ولی چند تا دوستان بهم زنگ زدن گفتن که خواستی بفروشی به ما بگو ما برات بفروشی. میخوری یه نسکافه درست کنم؟ میخواد؟ میخوری؟ آره اینا تازه گرفتیم. اینا هم مغازه خرید کردیم. اینا که چیز پلاستیکی اینا تازه گرفته بوده. اینا ببین همه این وریا همه نوعه. میاد این وریا اینا استفاده شده اینا چیز می‌کرد اینا همجوری میومد این ور باز نوع رو می‌ذاشتیم. سرخشی بود. اینا همه اینا نوعه. همه‌اش نوع. یه سری لباساشو جمع کرد اصلا.
هر از گاهی هر 5-6 ماه سالی یه سری لباسش جمع میکرد یا اینجا میبرد با خانم آقای پروین میرفتن یتیم خونه کمک میکرد، پول میداد یا میداد شیراز، حتی خانم دستخیل میداد به این فقیر فقرا، یا میداد بغلش میفروخت پولشو میداد، کمک میکرد. این کیفاش هم میرسه کیفاش هم اون بره، کفشاش اینا همه این جلویه نیست نه. آره اینم سویج ماشینه. یادش بخینه بهش یادگار این تلاس. کیفشه، کیف پولیشه. بس کنم عکس داره توش. عکس جوانی من گذاشته. گوشوارهاش اینا افتاده. اینا مثل که تو زمان درگیری اینا اینجا افتاده بوده. گوشوارهاش. یه نامه هست. نه. الو. بله. سلام. مرسی. کار دارم من. آره. یه بعداً تماس بگیر. باش. آره ضروری. آره. آره ضروری کار دارم بعداً زنگ بزن. باشه قربان خدا. اون که الان به تلفن زد شهلا بود. چرا باش حرف نزدی؟ چیزی ندارم بگم که چی میذاشی اون حرف بزنی. به این روزنامه‌هایی که مطالعه میکرد من روزهای زندگی و خانواده و اینا رو بچه‌هایی که صبح میفرستاد مدرسه میشه نیم ساعت رو مطالعه میکرد، چشاش خسته میشد میخوابید. این عکسای جدیدش یه نقطه واسه گواهینامه که گواهینامه‌اش هم که اومده بود دم در ما نبود، همسایه گفتن گواهینامه خانم لاله اومده بوده، ما گفتیم که نیستن اینا، اینجوری شده اینا، بدیم متأسف شدن و رفت. مشکلی که من ولی خب خیلی گلگی میکنم، میگم مثلا من تنها رفتم همش مسافرت، تو با من نبودی، نتونستی با من باشی، 1-2 هفته بیشتر با من نبودی، این گلگی ها رو من ازش زیاد میکنم. میگم که ناصر من همیشه تنها میرم مسافرت، من دوست دارم مثلا یه هفته تو میذاشتی با هم میرفتیم یه مسافرتی دیگه، من اصلا تو رو ندیدم و اینا، ولی کلا وقتش پره، با ورزش وقتش پره. مثلا بعد از ظهر خیلی اتفاق افتاده که من دوست داشتم برم باهاش بیرون خرید کنم، ایشون کار داشتن، تمرین داشتن، مسابقه داشتن که مجبور شده بره. یا مثلا میخواد یه جا منو برسونه همزمان با تمرینش، انقدر قر میزنه که من پشیمون میشم از رفتن مهمونی. اینا هم هست ولی خب با هم کنار میایم بازم در هر صورت. خب اون که شنیدید صحبت‌های همسر آقای ناصر محمدخانی بود در مورد نقش همسران نمیاد تو از این تطور از این نمیدونم میگه اون اعصابه، من قبلا اینجوری نبودم. الان چی شد؟ کف پام درد گرفت.
زمانی که من بازیکن اخلاق بودم. من چند بار از این بازیکن اخلاق شدم. چرا که تو طول فصل مثلا یه کارت هم نمیگرفتم. هر سال هر 2 سال 3 سال من بازیکن اخلاق انتخاب میشدم. شما بیاین جای من قرار بگید ناصر محمدخانی بشید بعداً صحبت بکنید، یا یه بازیکن ملی بشید تو اون مقام قرار بگیرید بعد در مورد من اظهار نظر بکنید. 2 سال اومدید خبرنگار شدید نمیتونید در مورد من اظهار نظر بکنید. خدا ببخشید اگر چیزی پذیرایی کاش پذیرایی با شنبه حرف زده بودیم. خیلی استفاده داریم شما با شنبه حرف صحبت کنم. میخوام ببینم چی میگه. میخوام ببینم که چی میگه بعد از این ماجرا. چیزی نداره، هر چی بهش میگم که بیا تو چیز کن، کمک کن، بیا حرف بزن، من کمکت میکنم. چی نمیگه دیگه. یاد چی افتادین؟ باید بگین. نه؟ باید کارایی که میکرد مثلا یه فیس میگره مثلا میذاشت تو دهنم، نمیذاشت من خودم بردارم، خودش میذاشت تو دهنم. یا مثلا زمستونا هوا سرد بود، من سرمایی ام، مثلا دستشویی میخواستم برم میگو وایسا میاد خودش اول میشه در توالت گرم میکرد تا مثلا من پام یخ نکنه سردم نشه، گرم میکرد و 1-2 دقیقه بعد بلند میشه میگو بیا حالا بشین، گرمش کردم برات بیا بشین. خیلی منو تحت فشار گذاشته بود. دوستش من ببرمش این بعد ببرمش بیرون، ببرمش رستوران، ببرمش براش به خدا من پول بشنم بگم همش من اصلا پولم نمیاد، ترابل همش پیش میدم، ترابل صدی 5 میذاشتم تیکش. هر از گاهی من میرفتم مثلا بهش گفتم پول داری؟ اینا میگفتش که آره دارم فلان اینا. یا مثلا یه قصه میرفت یواشکی در کی بشه اینجوری فقط خودم مثلا بعد نمیاد کسی بیاد چیز بکنه، من فقط میگم پول داری یا نداره. یهو نگاه کرد بچه‌ها فکر من چه بود، گفتم به خدا من فقط به خاطر میگم پول داری یا نداری. بعد گفتم باید کی بده در بیاری، کی مثلا در میگم 4-5 هزار تومان داره، به جای من دو ترابل 5 میذارم، گفتم بذار کی بده بعد هم زن پول نداشته باشه. با روزنامه ارجی مینوشت که مثلا تیپ حساب اینا بازیکن نفر سکه سکه شدن یا 2 تا بازیکن 2 سکه گرفتن با مربی 3 تا سکه اینا، با میفهمید دیگه. به جان آدم این پول سکه ها رو سکه میدن به خانومم، یه خانومم خب با خانم آبادزاده دوسته، با خانم افشین دوسته دیگه، با خیلی از خانم ورزشکار دوست ارتباط، همش با هم در ارتباطن، زنگ میزنن. خب میفهمید خب من دیگه من که نمیتونم به تو بدم که، ولی به خودم من به جای مثلا میگفتم بی تراوله بگی برید به جای سکه بخرم، یعنی این چیزی که میگرفتم واسه اینا میدادم، دلم نمیومد. یه چیزی واسه اون می‌خریدم، خودش واسه اینا میرفتم می‌خریدم. الان باز داشتم حرفو می‌زدم، باز حاشیه رفتم یادم رفت چی می‌خواستم بگم. حالا من اینو میخوام ازتون بپرسم، من نمیدونم چرا احساس میکنم مثلا ارتباط حسی لاله با شما قطع شده، نه شما با لاله ها. میدونید منظورم چیه؟ شما نه، اون با شما رابطه حسیش قطع شده بود. قطع شده بود؟ آره. میدونید آدم وقتی که مثلا به این روزا ارتباطمون اتفاقا تلپاتی بودیم. میدونید من اینجوری بذاریم راحت روک بهتون اونم بهش من فکر میکنم این آدم من حسم اشتباه نمیکنه ناصر، من حسم که من اشتباه نمیگه. میدونم تو بچه مؤمنی نمازخونی فلان اله، تو میدونم کار خلاف نمیکنی، میدونم حتما سیغه کردی تو کاری کردی، میدونم مطمئنم، یعنی اینقدر من چیز بود من مطمئنم که تو کار خلاف نمیکنی، چون به هر حال اعتقاد داری فلان اینا، ولی میدونم که یه با یکی هستی، حالا سیغش کردی، حالا گرفتی فلان اینا. البته این همسایه پایینی خیلی فوزونم، اون یه بارش تو که نشستی تو خونه، زنت بچه شوهرت زن گرفته، بچه داره، بچه‌ای 3-4 اسمش هم گوشته علی. ما اومدیم خونه از تمرین، خانم رو اینجا من چیه قرآن رو دست بزنیم بود، دست بزنیم قرآن، زن نگرفتم، بچه هم ندارم به اسم علی. واقعا هم دست به قرآن باشم، حقیقت رو گفتم، دست بزنیم قرآن گفتم بیم قرآن دارم، من زن دارم،
زن گرفته باشن رسمی. اینجوری گفتم من زن رسمی دارم، نه بچه دارم به نام علی. چرا یه بچه دارم از خودت به نام علی دارم، ولی از کسی بچه‌ای به نام علی ندارم. خب خیالم راحت شد. سلام عزیزم، احوالت؟ تبریک عرض میکنم. تبریک عرض میکنم. سرور استقلاله. ناسه در اونجا رو ببر. ناسه تبریک عرض میکنم عزیز دلم، عزیز دلم. انشالله که زنی من چوخه خیلی شنگولی آقا ناسه. دادین برای مبلغ نگفتم، هرچی خودتون دادین برای اونا نصب کردم. من برای هیچ کس تو زندگی دانه ولی امروز اشک ریختم از خدا. یه ذره برقص ببینم، رقص تو ببینم. نه رقصی قبول. خب حالا به هر حال شادمانیه. شادمانی رو دارم میگم. شادمانی. زنگ زدم به خانم وحید قلیش، خانم وحید قلیش تبریک گفتم. افسانه خانم زنگ گفتش که تو رو خدا خانم هر از گاهی به ما زنگ بزن. گفت الان کجا؟ گفتم تو اتوبوسن الان، اگه زنگ بزن اگه روشن باشه حتما جواب تو میده. خب انشالله که همیشه تیمتون ببره، انشالله همیشه قهرمان و پهلوان باشین عزیز دلم. فدای تو بشم. دعای ما که خداوند خواست، خودتون زحمت کشیدی. خواهش میکنم. بای بای. بای بای. بای بای. نه بیا اینجا. چهارشنبه 22/3/1381 نمیگیره. ساعت 10:11 شب. این نایت شایدشو بزن، اینو بزن بالا بگیره. حالا بگیر. حالا بگیر. 10:11 شب از اردبیل به سمت تهران در حال حرکت. این نایت شاید زنی شبش میاد. اگه راستی که از من
تو بیا پایین. در حین رانندگی در جاده گردن حیران. یک شنبه از نقطه نظر تاکتیکی 26/3/1381 بگیریم بر پاتوناسه نکن بهت میگم نگیرا حالا یه ذره ساعت چنده ناسه؟ ساعت چنده؟ ساعت چنده ناسه؟ ناسه ساعت چنده؟ خرس منو روشن کن ناسه خرس منو روشن کن ناسه ناسه اسپانیایی که روشن کن خرسو همونجور که عرض کردم در سطح ناسه نمیگیرم بابا نگرفتم خرس من روشن کن من نگرفتم ترتیب ستاره لازم خرس من روشن عرض معذرت این بار آقای کاپیتان چرا آخه به تیمش هست و با ستارگان لج بازی میکنی این بازیکن اسبقه چرا اونجوری پرت میکنی خرس منو مربی این تیم هست یا بیشتر برای تیم ملی اسپانیا انجام داده حالا خیلی معتقده که این تیم بیاد و به مدارج بالا دست پیدا کنه امروزه بعد نزدیک 4 الان بازی اسپانیا و ایرلند میده که بازی 4 هست با برنده بازی 8 یعنی کره و گریشو بخورم چه اخ میکرده چقدر اخ کردی ناصر ناصر خرسم مثل تو اخمالوه ناصر فرصتی شد عزیزم ناصر چرا اخ کردی متشکرم از توجهش چرا اخ کردی من بهت میگم نگیر خب نمیگیرم پاکش میکنم باشه اگر گرفتم پاکش میکنم هیچ میکنی چی با برای پرتش این لرجه منه در حال نوت مبارک عزیزم سال نو شما مبارک چه 7 سین چیدی بین 7 سین هست همش 1 2 3 8 آب رد شده سنبول نشمردی یک روز سنبول هم هست رفته 8 9 سین شده سنی چوخ سوردی درست کردی ها سنی نیچه ننردم نه من درست نکردم سنسیزم چوخ خیلی ممنون از این 7 سینه عکس خودت هم هست یه پایه براش بگی زر باید بزن اما من سنی چی ننردم عزیزم سال نو مبارک باشه انشالله که سال خوبی باشه برا سال پربرکت باشه برا مرسی تو هم با سلامتی در کنار خانوادت خودت چی؟ همیشه بهت خوش بگذره خودت چی در کنار خودت چی؟ بله گلارم بگیرم با تبریکی مبریکی برای خانواده شهدا مجروحین ناصر برینی بابا خانواده شهد مسخره کردی مریضا شفا بده من که داره چیز میکنه واسه جمهوری اسلامی داره تبلیغات میفرسته برای خارج از کشور چیز بکن سیگار میدونی رفتم کجا گرفتم ناصر؟ رفتم بازار دزدا گرفتی؟ آره پیدا نکردم هیچ جا نبودش رفتم بازار دزدا گرفتم رفتم اونجا گرفتم عزیزم میخوای بری؟ کی میاد؟ عزیزم واسه اینم گذاشتم اینجا برای چی؟ دست درد نکنه مرسی عزیزم چقدر هست؟ ناقابله 100 ماه حالا بازم بهت میگم من بازت موبایل گرو خریدم میدم اون موبایل تو میدم نه نمیخوام عیدی گرفتم من برات عیدی گرفتم عزیزم عزیز دلم من برات عیدی گرفتم فدات شم چقدر استفاده کردیم مثل اون کت شلوار تولدت آره بوسم کن بوسم کن بوسم کن بوسم کن بوسم بوسم نه دستم گیره ناصر خداحافظ
با تمام وجود و عاشقانه منو دوست داشت، ولی عشق این هوس بود، واقعا عشق این هوس بود. ولی زن من با تمام وجودش به من عشق می‌ورزید، با تمام وجودش منو دوست داشت و همینطور متقابلا منم همینطور، منم واقعا دوستش داشتم، واقعا دوستش داشتم. اصلا نمیتونم مقایسه بکنم، حتی نمره بدم، اصلا قابل مقایسه نیست همسرم با ایشون، اصلا قابل مقایسه نیست. چون مشخص شد که تمام عشق این هوس بود، همش برنامه‌ریزی شده بود. من میگم من مشکلی با آقای محمد خانی نداشتم. من فیلم های در روزنامه نوشته شده من فیلم های خشنی میبینم. اگه بریم منزل من فیلم های به من بگین کدوم یکی از این فیلم ها خشن هستش. فیلم برباد رفته فیلم خشنیه، فیلم سینوه فیلم خشنیه، فیلم دکتر ژیواگو فیلم خشنیه. از 6 سالگی من مکتب خونه میرفتم، مولا میرفتم، کلاس قرآن، حفظ قرآن، آموزش قرآن، تفسیر قرآن، معنی قرآن. تا 7 سالگی خیلی از سوره قرآن رو نماز میخونم. من 6-7 سالگی من حدود فکر میکنم 7-8 ساله دارم نماز میخونم، عبادت میکنم. گفتم من توی محیط مذهبی بار اومدم، بعد اومدم تو ورزش، نوش کردم اومدم تو ورزش، حدوداً 28 سال تو ورزش بودم. من یک شب آبرو کسب نکردم.